چرا کارهایی که میدونی باید انجام بدی و هی به فردا میندازی؟ جواب ساده است. تنبلی دشمن شماره 1 موفقیت توئه. اما خبر خوب اینه که میتونی همین امروز شکستش بدی. اول باید بفهمی چرا تنبلی میکنی. خیلی وقتا تنبلی به خاطر ترس از شروع یا بزرگ دیدن کارهاست. پس قدم اول اینه که کار رو به بخشای خیلی کوچیک تقسیم کنی. بزرگترین دشمن تنبلی شروع کردنه. حتی اگه فقط 2 دقیقه روی اون کار وقت بذاری، ذهن تو وارد حالت حرکت میشه و ادامه دادن خیلی راحت تره. محیط تو تغییر بده. حواس پرتی‌ها رو حذف کن، گوشی رو کنار بذار و جایی کار کن که فقط برای پیشرفت باشه. وقتی محیط درست باشه، تمرکز به طور طبیعی میاد. به خودت برای انجام کارهای کوچیک پاداش بده. حتی یه تشویق ساده باعث میشه مغزت یاد بگیره انجام کار مساویه با لذت و پیشرفته. یادت باشه، تنبلی یه عادت نیست، یه انتخابه. همین الان شروع کن، حتی با کوچکترین قدم. آینده‌ت منتظر تو نمیمونه.